شهر دوشنبه در نتیجه وسعت تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظرآور تبدیل یافته است. بنیاد بناهای خوش‌طرح و زمانوی بلندآشیانه، تجدید و نوسازی باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفانی بهاری و تشکیل دیگر اینفراستراکچور کامل در مکان‌های استراحتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شدند. در همین زمینه باغ فرهنگ و فراغتی به نام صدرالدین عینی با زیبایی و گلپوشی به یک مکان سیر و فراغتی ساکنان و مهمانان تبدیل یافته است. گزارش خبرنگاران ما. کوچه و خیابان‌ها سبز و گلپوش، باغ و گلگشت‌ها نظرآور و ساکنان و مهمانان شاد و مسرور مفتون این همه زیبایی‌ها. این تصویر است از مشاهده یک روزه سیر و گشت در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال. توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیگیرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، پایتخت مملکت را به شهر آرزوها تبدیل داده است و سیاحان زیادی را مفتون کرده و آنها می‌خواهند در فرصتی برایشان دسترس به تاجیکستان آیند و از زیبایی‌های این شهر لذت برند. امروز با قدم زدن در کوچه‌های شهر از محیط زیبا و کوچه‌های گلپوش کس حلاوت میبرد. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظرآور تبدیل یافته است. بنیاد بناهای خوش‌طرح و زمانوی بلندآشیانه، چه معماری و چه استقامتی و خدمت‌رسانی، تجدید و نوسازی باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفانی بهاری و تشکیل دیگر اینفراستراکچور کامل در باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شدند. باغ‌های فرهنگ و فراغتی شهر دوشنبه که دوام سالهای اخیر تعمیر و نوسازی گردیدند، از دیگر دستاوردهایی است که میتوان آن را همچون موفقیت و پیشروی‌های نظررس عنوان کرد. باغ فرهنگ و فراغتی به نام صدرالدین عینی با زیبایی و گلپوشی و کمپوزیسی‌های بدیعی به یک مکان واقعاً هم دلکش و دیدنی تبدیل یافته است. مسئولین در دایره آمادگی‌ها به برگزاری آزمون جمهوریوی سیر گل لاله در این باغ 153,000 دانه گل لاله عبارت از 10 رنگ را شنانیدند که هر یک آن با شکل و نمودش زیبایی به خود خاص داشته در مجموع منظره جالبی را به وجود آورده است. علاوه بر گل‌های لاله همچنین در این باغ دیگر نمود گل‌های موسمی از جمله ویولا، تگیتس و پیتونیا به مقدار 30,000 دانه شنانده شده است. 1500 بیخ درختان آرایشی سایه افکن به مانند لیکویدامبا، صنوبر، ارچه شرقی، مگنولیای همیشه سبز و غیره که خودی همین سال در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی شنانیده شد، عین زمان سبزش خوب داشته دل صدها تماشابین را تسخیر نمودند. نهالی درختان آرایشی و سایه افکن از کشورهای خارج وارد گردیدند و به اقلیم ما موافق بوده سبزش آنها در آینده کفالت داده می شود. در حدود باغ با مقصد ترغیب تشبس‌های بین‌المللی تاجیکستان در سمت آب و اکولوژی و تدبیرهای بهسازی وضع زندگی که در مثال 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی دوام سالهای 2019-2021 در نظر داشته شده است. مسئولین یک کمپوزیسیای رمزی نیز بنیاد کردند. رمز مذکور از فواره به طرز خیلی زیبا آفریده شده و جویباری از سنگ ساخته شده عبارت می باشد. جویبار با درازی 80 متر طول کشیده در زیر سنگ‌ها چراغ‌های رنگه جای کرده شدند که شبانه نمای زیبایی را به وجود می آورند. همچنین در تن هر یک درخت نادری که در این باغ شنانده شده است لوحه‌ها با نوشتجات نام آنها نصب کرده شده است. میدان سبززار نیز به طور نو و زمانوی آرایش داده شده است. میسه حدودی باغ با تسمه‌های مانند به میدان فوتبال بازی نمای خیلی جالب را به میان آورده است. پایتخت مملکت این معرفی‌گری ملت در سطح جهان است، پس باید شهر دوشنبه همیشه زیبا و آزاده و جالب و دیدنی باقی ماند. مورد ذکر است که در اساس اجرای دستور و هدایت‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و تدبیرهای پیگیرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، پایتخت مملکت روز تا روز آباد و زیبا گردیده است. در زمینه بنیادی انشاءات گوناگون تعیینات، اینفراستراکچور شهر تکمیل یافته، شرایط مساعد کار و زندگی و استراحت و فراغت به ساکنان تامین گردیده است. ما امروز با همکورسانمان به باغ فرهنگی و فراغتی صدرالدین عینی آمده دیدن نمودیم که در اینجا بسیار گل‌های زیبای لاله با رنگ‌های گوناگون شکفته‌اند که این به حسن باغ باز هم یک شکوه و شهامت زیبا می‌بخشد. ما از دیدن این باغ فرهنگی و فراغتی به خود یک غذای معنوی برداشتیم که این برای رشد و کمال ما کمک می‌رساند
فواره ها و این همه چراغ های روشنی که ما و شما میبینیم بسیار دقت جلب کننده و فرح بخش است. باغ فرهنگ و فراغتی به نام صدرالدین عینی را در شب زیاده از 650 عدد چراغ های روشنی دهنده گوناگون رنگ و گوناگون حجم با پایه های فرق کننده از همدیگر جلوه میبخشند. سیر و گشت عمومی ساکنان در شب شهادت مطابق به طلبات بودن این باغ نوبنیاد را در پایتخت مملکت شهر دوشنبه میکند. چراغانکنی حدود باغ شروع از درآمدگاه تا دیگر گوشه و کنار آن با نگاه خاص صورت گرفته حسی بلند زیبایی پرستی مسئولان را تجسمگر می باشد. در مجموع باغ فرهنگ و فراغتی به نام صدرالدین عینی امروز بهترین مکان استراحت و فراغت برای ساکنان و مهمانان پایتخت بوده. کنار فواره های و گل های رنگارنگ و زیر درختان زیبای آن گشت و گذار نمودن بهترین وسیله تامین بالیدروهی می باشد. صدرالدین سراجدین اهل‌دین کریم، رجب علی محمد علی برای برنامه اخبار.